چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما، سلام میرسانیم به هر یکی شما. خوب هستید؟ صحت سلامت. امروز ما جماعت شهنان با چنین تحفه های ارزنده و زیبنده در طربخانه بنیادکه مهمان هستیم. در این طربخانه یک بزم زیبا، زادروزی دخترک نازنین، یک سالگی جشن زادروزی فرخنده بانو را جشن گرفته ایستادند. امروز تبریکات را از نام جسورکه و از راهی دور از نام بابا جان امروز فرخنده بانو حکمت الله مک، از نام پدرجانشان جان بگکه آماده کردیم، تشکیل کردیم و آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم میبینیم. اگر شما تیار باشید، اگر ما تیار، رفتیم. وفای عمر انسان است فرزند، و جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او مکافات زیستان است فرزند. السلام علیکم پدران، مادران عزیز، مهمانان عالی قدر، البته مهمانان خانواده امروز صاحب جشن ها، خانواده حکمت الله مک، نوریا فلک. امروز یک روزی خرسندی، یک بزم زیباست. در این روزی خرسندی مهمانان عزیز سال کول در این خاندان و دنیا آمدنشان ملیکه امشب دخترک نازنین فرخنده بانو من امروز علاقه جشن یک سالگی خود را جشن گرفته ایستادند. چقدر که در دیدار بینی هر یکی شما امروز بزم زیبا و روز خرسندی را به هم دیده ایستادند. با باشد همراهی آن جانهای عزیز و دعاگویشان، همراهی مادر مهربانشان و صحنه تکلیف میکنیم. فرخنده بانو را همراهی نوریا فلک مرحمت و البته زلفی زرایتی و آن جانی عزیزشان و صحنه تکلیف میکنیم. امروز چه روزی خرسندی خوشبختی در این خاندان، آنها را میخواهیم تبریک گوییم. مرحمت. روزی خرسندی. السلام علیکم. خیلی روزهای خرسندی در خاندانتان همیشه هویدا باشد. من امروز فرخنده بانو یک ساله شدیم، 100 ساله شوم. مانند شما یک کسب پرشرفترین را وظیفه دار شوند و فخر انمی آهلی که عزیزی ما باشد. کنی خودی فرخنده بانو تکلیف میکنیم همراهی مادرشان و همراهی آنا جانشان همینجا می مرحبا. آنا جان های عزیز، امروز زادروزی نبیره مبارک باشد. امروز ما شما تبریک میکنیم. پیش از همه از نام جسورکه، از نام حکمت الله مک، از نام جان بگکه که در مسافرت هستند. گفتند که امروز خاندان ما دوام تازان روید که امروز بزم است. امروز نبیره ما، دوامچی سلاله ما فرخنده بانو یک ساله شده است. ما آن که به دنیا آمد، کلیدی در بهشت که به دنیا آمد بسیار خرسند شده بودیم. من امروز که علاقه ملیکه ما یک ساله شده است. مانند همه آنا جانشان یک معلمه، یک زن عاقله شده، دخترک نازنین شده بالای رسد. فخر آهلی که عزیزمان شود. مانند اولاد خود، مانند نیاگان خود مکتب ها را با بهای اعلا ختم کرده، صاحب معلومات عالی گشته، نامبردار و فخر شود. و البته امروز از نام جسورکه، از نام جان بگکه شمایان را تبریک میگوییم. گفتند که مادران ما سرشار مهر و محبت هستند. هیچ وقت مانند چشمه های آهلی خشک نمیشود مهر و محبتشان. تا دنیا باشد و همیشه در سر ما سایبان شده گردند. امروز در خاندان ما بزم زیباست. من دخترک نازنین ما چقدر که بینید در تنش پیراهنی ملیکه ها برین، یک عروسک نازنین برین، دخترک امشب یک ساله شده است. فرخنده بانو 100 ساله شود. همیشه در روز خرسندیشان تبریک گوییم. البته فرخنده بانو کلان شوند. اگر آنا جانشان ما میگویند که آلوچه گلی بادام من نبیره آنا جانم، آنا جان و بابا جانم شیسته چای نوشتن، من چای ریزکی بابا جانم گفتن کلان شما اطراف شما با پروانه شوند. امروز از نام شما بهر این دخترک نازنین میگویم طفل گریانم کلان شو، افتخاری صد جهان شو، گنج شهوارم تو باشی، وقت بیدارم تو باشی، در جهانی نامداران نامبردارم تو باشی. امروز معلمه شراپова شما را از نام فرزندان عزیزتان، از نام جسورکه جان بگکه تبریک میگویم.
گفتن که ما را از همه به کرده به وای رساندن، تربیه نیک دادن، راستی را مردی را در زندگی آموزاندن. همیشه سری ما با صحت سلامت باشن و همیشه سایبانش نگردن. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر. جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. امروز علم دستگلی زیبا را که در بالایش مادرم نوشته است. ولی امروز مادر جانی عزیز شراپова دوریا خالا یک قرصک میزنیم از نام جسورکه تقدیم میکنیم. مرحبا، مبارک باشد. امروز روزی فرسنده را مبارک باد می‌گویم. البته برای ملیکه میشه و فرخنده بانو چخیلی که میبینیم یک شیرینی زیباتورتی کلان که در آنجا دوگانه های امروز فرخنده بانو را عکس‌هایشان است. ملیکه ها را یک جای کرده آوردیم و البته آن را نیز برای امروز ملیکه امشه و فرخنده بانو تقدیم می‌سازند. حاضر باشد معلمه یک تا مهمان بخش اومده میکنیم برای تبریک شیرین سخن‌های تبریکاتی را برسانیم. مرحبا. عزیز، خویشاوندان مهربان، خوش آمدید هم یکتون. نوری دیده تاج سر، هر قدمی که مونده آمده تاج سر میکنیم. امروز زادروزی نبیرم فرخنده بانو است. فرخنده بانو الهیم 100 ساله شود، نامبرداری همین آیله شود، با عقل و با تمیز شود. الهیم معلومات عالی گرفته، فقری همین آیله شود. مهمانان خوش آمده نوری دیده تاج سر. اگر خواهم که در این دنیا همیشه بهار باشد، همیشه محبتی صاف باشد در لبان. البته اشکی شادی است این روز خرسنده. قرصک های بلند میزنیم به افتخاری معلمه عزیز مادری مهربان. همیشه این خیلی اشک‌های شادی در این خاندان ویدا باشد. امروز فرزندی عزیزتان که در مسافرت هستند، پدرجانی فرخنده بانو میگویند دلم خواهد روان بر کوی مادر، دلم خواهد روان بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. مادری عزیزم بر رحمت گوید. البته که ما که در مسافرت هستیم فرزندای ما را همچون گوهرک چشم نگاه کرده و وای رساندن تا دنیا باشند. و البته رمزی تشکر فرزندان، رمزی تشکر جانبگکه و البته پدر عزیز خاندان رحمت الله آمد دستگل زیبا را آماده کردیم برای مادر جان عزیز. مرحبا، روز خرسندی را مبارکباد میگوییم. البته امروز بزم زیباست. حبیب آقا دختری کلان شود، مکتبای عالی با داخل شود. خوش آمده با یک بار دیگر. رحمت تشکر میگویم، مبارک باشد. و البته مهمانان عزیز برای بنیشتی خاندان، برای گل ثبت زیبای خاندان، مادر عزیزشان در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. اگر در خرسک زدم به پول است، یک خرسک میزنیم کتاب قرآن را میسپارم. مرحبا، مبارک باشد. مبارک باشد. البته شیرینی زیبا را، شیرینی کلانترین را از نام جسورکه تقدیم می‌سازیم. همراهی فرخنده بانو، همراهی نوریا خالا، همراهی حبیبه خالا، البته همراهی امروز مادر عزیز زلفی زروی که یک جای شیرینی را می‌کنیم، از آن تناول می‌کنیم. مرحبا.
تشکر می‌کنیم. البته معلمه حاضر در اینجا خواهر نازنین پراپا میخواهند شما را اهل آویده را امروز مهمانان را تبریک بگوید در روز خرسندی. مرحمت. السلام علیکم خویشاوندان عزیز، همه شمایان را با روزی تولدی فرخنده های خوش آمدید. نوری دیده تاج سر میگیم. من خواهری عزیزم را مولا پاچایم را با زادروزی نبیرهشان جیانم جانبه و کلیمولایم را از نام خودم، از نام آیلم، از نام همه خویشاوندانی که در اینجا نشستم تبریک و مبارکباد میگویم. و فرخنده های عمری دراز، صحت، سلامتی میخواهم. دخترک کلان شده، با عقل و با تمیز شده با بقایه رسد و مکتب‌ها را با بهای اعلا ختم کرده و دانشکده های عالی داخل شده، فخری عائله و وطن شود، فخری دهر ما شود. میخواهم خوشبختترین خوشبختیان باشم، همیشه خرسند و خوشبخت و خوشروز و نیکنام باشم. رحمت و دیدتتون. رحمت معلمه تشکر می‌کنیم. مرحمت. از نام آیله آنجان بوباجان، از نام توباجان عزیزشان تبریک میگویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید میگویم به درگاه خواهرجان عزیزم و درگاه اوکامانا. هم آشنا من امروز چقدرکی میدانید روزی زادروزی جنشم و فرخنده بانه است. الهی 100 ساله شود، هیچگاه دلی غم و چشمینم را نبیند. الهی پدر و مادرشان از پس همه وقت خوش و خرسندانه فخر کرده گردن و مثل نامش که فرخنده است همه وقت فرخنده باشد. یعنی با دل خوش و خرسند عمر بسر برد و ادامه آنهاش بر اهم منوری شیرین شده کواش باید نیومام میرخوام زادروز نیوراشون که تبریک میکنیم. مولا پاچمام الهی رهی دود و ساخت و من بیان پشت بچه اکاشون باید حضور حوالات بچه هاشون رو بینن با این سوا اینم جشن های نرده برگزار کنیم و دادش کسی یک جهان ما با جشن گیریم. الهی همه وقت همهاش و خوش و خرسند باشن، هیچگاه دلی هم رو نبینن. الهی من ایرستی همه روزه همه وقت تربوند باشن و میگویم که سرت سبز و خط زیبا وجودت بلا بادا و هر جای قدم ماند نگهبان خدا بادا. رحمت. تشکر میگویم. مبارک باشد. البته حاضر از صحنه دو نرفته یک جای هم نیت کرده شیرینی زیبای امروزه فرخنده بانو را میبریم. پیش از آن باشد اگر آنجان عزیزشان حبیبانه برای امروزه فرخنده بانو گوشوارهای طلا را تیار کردیم. برای نبیره طلایشان مرحمت میسپارم. مبارک باشد. مبارک باشد. همراهی نبیره شیرینی را میبریم. مرحمت جسور کشمانه هم نسیده یک جویه آقا جانها مرحمت. البته نیت کرده شمهایش را خاموش میکنیم. مرحمت. مبارک باشد. مرحمت. زادروز مبارک.
امروز روزی خورسندی را دوام میکنیم. من هم از سرودهای شوخ برای شما روزی شاد باش، روزی فرخنده را دوام میکنیم. زاد روز مبارک، مرحبا.
خشکی دادم دوای چشمم دور شده درد و دوای چشمم ببینم رهای عشقم روح بی سر و گرمای جان ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی یار بیار
من بیننده های عزیز امروز بزم زیبا روز خورسندی زادروز روز فرخنده فرخندگان را با آخر رساندیم. از نام جسورکه از نام پدرشان برادرشان که در مسافرت هستند امروز روز خورسندی را تشکیل کردیم و پیشکش شما کردیم. مانند امروز در خاندان هر یک شما این خیلی تحفه های ارزنده و زیبنده با چنین سورپرایز ها مهمان شده در آن لحظه های خورسندی شمایان را تبریک کردن نصیب کند. رحمت میگویم برای جسورکه، برای باوری و برای مهمانداری. رحمت سلامت باشند. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروز شما شادند از آن که روزی فیروز شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک